kocası olsa da. چجوریه رفاقتا؟ خودشان بزرگترین قربانیان حملات داعش در عراق بودند. آنها بعد از گسترش نفوذ داعش در عراق اسیر یه دقیقهش چکون میخورن فرار میکنن، این فرار نمیکنن. جلو واسه منطقه سنجار در شمال عراق. این بار ایزدی ها به جان عرب های سنی سوار افتاد. این گزارش سازمان عفو بین الملل است که میگوید حدود 5 ماه پیش شبه